درود بیکران خدمت دوستان عزیز. یه برنامه جدیدی تو فروشگاه پلیر اومده که شما خیلی راحت میتونید از این اینستاگرام و از یوتیوب خیلی راحت برنامه ها رو و فیلم ها که داخل یوتیوب این هست رو دانلود کنید. اسم این برنامه سیاچله، همین آیکون مشکی اولی رو که میبینید این رو نصبش میکنید روی گوشی موبایلتون. بعد ورود میشین به برنامه یوتیوب. از اینجا برنامه رو کپی میکنید، ورود میشین به برنامه، روی این دکمه سیاه رنگ میزنید. این برنامه شروع میکنه چرخیدن، یه خطی پر میشه رو آیکون زرد رنگی که این پایین گذاشتی میزنید و این برنامه خیلی راحت برای شما دانلود شده. حتی توی این اینستاگرام هم برید، یه برنامه رو میخواین، یه فیلمی میخواین دانلود کنید، هر فیلمی که میخواد باشه، فیلم مد نظرتون و هر چیزی که میخواد باشه، فرقی نمیکنه. اینا همش فیلم ها. میخوام این فیلم رو دانلود کنم، میام روی بخش کپیش اینجا میزنم یا کپی میکنم، مجددا میرم تو این برنامه، روی این دایره مشکی میزنم، چند دقیقه صبر میکنم. این خطه که پر شد، این برنامه برای من دانلود شده. به همین راحتی دیگه نمیخواد برید تو تلگرام ربات نصب کنین و کانالا رو دنبال کنید تا بتونین فیلم های یوتیوب یا این اینستاگرام رو برای خودتون توی گالریتون دانلود کنید. روی خط زرد بزنید، این فیلمیه که من دانلود کردم. توی گالری هم اگر نگاه کنید الان همش کلا اینجا موجوده. این دوتا فیلم خیلی راحت برنامه سیاچله رو نصب کنین و راحت برای خود